حاکمیت ملی افغانستان با پیروزی ملت افغانستان بعد از 20 سال به وجود آمد. در او زمان افغانها استقلال و حاکمیت خود نداشتند. حاکمیتی که در افغانستان وجود داشت حاکمیت دست نشانده بود. بدون تردید و بدون شک امروز ملت افغانستان خودشان در سر تا سر قلمرو به نام افغانستان حاکمند و بر اساس این حاکمیت امنیت ملت افغانستان سر تا سر کشورمان تامین است و این از برکت خون شهدایی که در طی 20 سال تقدیم شد برای آزادی و برای استقلال. تا خون نداد هرگیز قومی نگشت آزاد، ما راست سهمی زین افتخار آخر.